تا نظام ظالمانه، تا قوانین ظالمانه اشغال و تجاوز از بیخمان برکند و شما در آخرین لحظات زندگیتان یک بار هم که شده باشد لذت و کیفیت آزادی را بچشید، زندگی به معنای واقعی داشته باشید، حریت و استقلال خود را اعاده بکنید. والله قسم خواسته باشیم نخواسته باشیم یک روز از این دنیا همه من و شما می رویم. جهاد برای شما زندگی واقعی می دهد، قیام برای شما زندگی واقعی می دهد. اگر به این باور بوده باشد که اگر شما در برابر قوانین تن به ذلت بدهید و قیام نکنید از ترس مرگ، از ترس کشته شدن، حتما و حتما یک روز شما میمیرید. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. از گیر مرگ، از طعم مرگ هیچ جای خلاصی ندارید. مردانوار زندگی بکنید، آزادانه زندگی بکنید. نکته اساسی که ذلت امروز بر بالای ملت تحمیل می شود، نمی توانند آزادانه بگردند، نمی توانند آزادانه به حج بروند، نمی توانند جوان مسلمان ریش بگذاره، نمی تواند دختر مسلمان حجاب بکنه. اگر حجاب میکنه باید این جریمه پرداخت بکنه. دختر مسلمان باید از زانو بالا لچ و بره نباشد. دختر مسلمان پیش برش لچ و بره نباشد. کشته، آزادی، پوشش، زار زار گریه میکنن. عامل اساسی در کجاست؟ تن دادن به ذلت، تن دادن به اشغال، تن دادن به استعمار، تن دادن به قوانین بی معنا و مزخرف ساخته و بافته بشر. پس پیام من برای برادران تاجک ما، برای ملت دردمند تاجک ما ای است که اگر نیاکان شما تن به ذلت دادن، قانون استعمار و اشغال را قبول کردن و در زیر یوغ اشغال زندگی کردن و زندگی ذلت بار را پذیرفتن، نسل جدید به خود بیایید، به خود بیایید و والله قسم در فردای قیامت در برابر ذلت و اخاری که شما زندگی میکنید مسئول هستید. در برابر اشغال، در برابر قوانین ضد انسانی نه بگویید. با تفاهم، با تدبر و اندیشه در برابر قوانین ظالمانه و ظلمانی یک قیام عمومی، یک قیام سرتاسری و یک جوشش کاملا سنجیده شده ضرورت است تا نظام ظالمانه، تا قوانین ظالمانه اشغال و تجاوز از بیخمان برکند و شما در آخرین لحظات زندگیتان یک بار هم که شده باشد لذت و کیفیت آزادی را بچشید، زندگی به معنای واقعی داشته باشید، حریت و استقلال خود را اعاده بکنید. والله قسم خواسته باشیم نخواسته باشیم یک روز از این دنیا همه من و شما می رویم. جهاد برای شما زندگی واقعی می دهد، قیام برای شما زندگی واقعی می دهد. اگر به این باور بوده باشد که اگر شما در برابر قوانین تن به ذلت بدهید و قیام نکنید از ترس مرگ، از ترس کشته شدن، حتما و حتما یک روز شما میمیرید. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. از گیر مرگ، از طعم مرگ هیچ جای خلاصی ندارید. مردانوار زندگی بکنید، آزادانه زندگی بکنید، مستقلانه زندگی بکنید. دیوسی و این گونه بیغیرتی را نپذیرید که دخترتان، ناموستان در جلوه دیدگان مردم برهنه و لخت و لچ در جلوه دیدگان مردم ظاهر شود. این زندگی ذلت بار را نپذیرید. پیام دینی نمی است از کشور همساییتان، از ملت دردمند افغانستان. شما درس استقلال و درس مبارزه و درس آزادی خواهی را داشته باشید. این ملت با دستان خالی ولیکن با قلوب پر از ایمان چگونه عزت از دست رفته خود را دوباره به دست گرفتند و به دست آوردن. ما هم اینطور یک روزهای تاریک را پشت سر گذاشتاندیم. حکومت‌های کمونیستی دوران نجیب و این و آن، بله، حجاب و حیا را از روی خواهران ما هم گرفته بودند. ما هم شاهد صحنه ها بودیم که
دختری افغانی ما از زانو بالا لخت و لچ و برهنه میگشت. ما هم شاهد صحنه‌های دلخراش بودیم که به نام حجاب و حیا در این سرزمین جرم پنداشته میشد، اما قیام، مبارزه، حریت، استقلال خواهی و استعمار ستیزی و اشغال ستیزی ملت قهرمان باعث شد که همه این دیوسان تاریخ دفن تاریخ بشوند و در زبالدان تاریخ دفن بشوند. امروز ما شاهد ازی هستیم که در اینجا به حجابی جایی ندارد، در این سرزمین دیوسی جایی ندارد، در این سرزمین اشغال جایی ندارد. اشغالگران و غلامانشان همه دفن تاریخ شده‌اند. ملت آزاده هستند، برای جهانیان درس آزادی میدهند، درس استقلال میدهند، درس حریت میدهند. اینمی الهام را شما از این ملت بگیرین. ملت نجیب تاجیک، ملت قهرمان تاجیک، شما اصل زاده اید، شما نوادگان امام بخاری و امام ترمذی و امام ابو لیث سمرقندی و دهها و هزارها محدثین ائمه و فدائیان مسیر آزادی هستید. این مکلفیت دینی است که با یک قیام عمومی، با یک جوشش عاقلانه و عقلمندانه و سنجیده شده، با تفاهم و ترابط در برابر ظلم خطرناک و بی سابقه قیام بکنید. عزت و حریت و استقلال و مردانگی خود را دوباره اعاده بکنید. والله قسم شما معذور نیستید، شما معذور نیستید، شما آزاد هستید. اگر به خاطر حفظ ناموس دختران و فرزندانتان کشته بشوید، جهاد است و شما شهید هستید. احدی الحسنیین انتظار شما را میکشد. یکی از دو نیکی دقیقاً که در انتظار شماست، مانند ملت سربلند غزه شما تکه تکه شوید ولیکن اشغال قبول نکنید، تکه تکه شوید ولیکن نگذارید اشغال و متجاوزین، اشغالگران ناموس شما را، هویت شما را، آزادی شما را، استقلال شما را، تاریخ شما را دفن بکنن و از شما بگیرن. کشته شدن در این مسیر ارزشمندتر و دقیقاً آبرومندانه تر است از این زندگی با ذلت و با خالی